به نام خداوند بخشنده. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شما عزیزای بیننده و همراهان خوب برنامه افتخار. بازم من میلاد نجیب با جمع از همکارانم در یکی از برنامه‌های دیگر افتخار در حضور شما قرار دارم. آرزو میکنم که تا پایان بیننده این برنامه باشید و باز هم خوشبختانه هفته گذشته هفته پردستاورد برای خانواده ورزش افغانستان بود که ما تونستیم در رقابت‌های کافا زیر 17 سال رقابت‌های فوتبال عنوان سوم کسب بکنیم و برنده برنز او رقابت‌ها شویم. اما قبل از این که من امروز مهمانایی که اینجا در استودیو با ما هستند معرفی نمی‌کنم، میریم یک بسته تصویری عمومی را با هم می‌بینیم، خیلی زود برمیگردیم و مهمانایی که واقعا دستاوردهای کلان برای ورزش افغانستان رقم زدن هفته گذشته در استودیو مهمانم هستند. مرحبا 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 چراغلی زمون کلی تسالار محترما چراغلی زمون کلی تسالار محترما گلونا غوړو درتا پلار محترما گلونا غوړو درتا پلار محترما ستابل راز مونږ د پار محترما گلونا غوړو درتا پلار محترما گلونا غوړو درتا پلار محترما چراغلی زمون کلی تسالار محترما گلونا غوړو درتا پلار محترما گلونا غوړو درتا پلار محترما قائم دي تلزمون د اتفاق او اتحاد وي قائم دي تلزمون د اتفاق او اتحاد وي قائم دي تلزمون د اتفاق او اتحاد وي تل غوړو د دعا لپرودګار محترما مرحبا 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 چراغلی زمون کلی تسالار محترما چراغلی زمون کلی افتخار. بله دوستا، من امروز در استودیو میزبان تیم پر افتخار و با اقتدار تکواندوی افغانستان هستم. امروز نزدیک به 10 مهمان دارم و انشالله در لابلای برنامه روی حضور کاروان تکواندوی افغانستان که به کشور کره جنوبی عازم شده بودند و دستاوردهای کلان برای خانواده ورزش افغانستان مخصوصا فدراسیون ملی تکواندوی افغانستان کسب کردن هستم. محسن جان سلام، خسته نباشی، با وجودی که خسته سفرم هستی ولی دعوت پذیرفتی. سلام و عرض خدمت شما و تمام بینندگان تلویزیون ملی. سلامت باشین. تشکر از محبت شما. سلامت بخیر باشید. همچنان علی اکبر امیری هم اینجا در استودیو هست با که لطف نموده. خیلی خوش آمدی علی اکبر جان، دوربینا در اختیارت است. سلام و عرض ادب خدمت شما و تمام بینندگان محترم. تشکر از لطفاً که دعوت کردین ما رو آمدیم در سلامت بخیر باشید. اشرف شکران هم اینجا در استودیو هست. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شما و بینندگان تلویزیون ملی. بسیار تشکر از اینکه حضور پیدا کردین. موسی جان، بیایم سوال از اینجا آغاز بکنیم که رقابت ها چگونه بود، رقابت های اوپن کره جنوبی؟ خب ما سه رویداد بود که ما در هر سه رویداد تونستیم یک درخشش خوب داشته باشیم. مسابقه اول به اسم کیمیون کپ بود که ما تونستیم 2 مدال نقره و 6 مدال برنز کسب کنیم و رنکینگ خود در این مسابقات افزایش بدیم. و در مسابقه دوم چانچون اوپن بود که چانچون نام یک از شهرهای خود کره است که به نام از او شهر به اصطلاح مسابقات بین‌المللی گرفته بودن و ما تونستیم خدا رو شکر از اونجا یک مدال طلا کسب کنیم که علی اکبر امیری کنار ما ششتن و تونستن که رنکینگ خود 20 امتیاز اینا هم افزایش بدن. و در مسابقات آخری فستیوال جهانی بود و در اونجا ما خدا رو تونستیم یک درخشش بسیار خوب داشته باشیم، یک مدال طلا بگیریم، یک مدال نقره بگیریم و چندین مدال برنز و عنوان بهترین کوچ فستیوال جهانی هم برای کوچ افغانستان استاد محمد بشیر ترکی تعلق یافت و این دستاورد اول از همه
برای مردم شریف افغانستان و تمام ورزشکارا تبریک عرض میکنم. سپاسگزار هستم. در مجموع خود دی رقابت ها چند بار پا به دوشک رقابت گذاشتی؟ خب من خودم شخصا هر 3 رویداد اشتراک کردم. در هر 3 رویداد وزن کم کردیم و در هر 3 رویداد مسابقه دادم و خدا را شکر او دستاوردی که فکرش میکردم و دوست داشتم که داشته باشم تحقق پیدا کرد و امیدوار هستم که در بازی‌های آسیایی که تقریبا 20 روز دیگه ما عازم چین میشیم در اونجا هم تیم ملی تکواندو یک دستاورد بسیار خوب داشته باشه. بسیار خوب. و برآیند این مسابقه ها برای محسن رضایی چند مدال بود؟ من در مجموع توانستم که 3 مدال کسب کنم. مدال اول خب طلای فستیوال جانی بود و مدال دوم نقره مسابقات کیومین کپ بود و مدال سوم که برنز بود و مسابقه تیمی بود که ما تیم افغانستان برای اولین بار در مسابقات تیمی اشتراک میکردن که ما با یک ورزشکارمان به اسم امید سواک ما اونا در بخش تیمی اشتراک کردیم. 2 نفر ما بودیم، 2 نفر تیم مقابل و هم یک تجربه نو بود برای ما و هم یک دستاورد بسیار خوب شد که در اونجا هم تونستیم یک مدال برنز کسب کنیم و در مجموع ما خودم تونستم که 3 مدال برای افغانستان کسب کنیم. یعنی هر 3 رویدادی که در مدت 20 روز 25 روز در کره جنوبی برگزار شد شما دستاورد داشتین و در هر 3 رویداد. بسیار خوب. انشالله که همین رقم به ماشین امتیازگیری و مدالگیری ادامه بدی. انشالله. سلامت. بخیر. علی اکبر امیری هم مرد طلایی افغانستان است و تونست که در یکی از رقابت هایی که برگزار شد در همین پیکارها مدال طلا را بر افغانستان رقم بزنه. علی اکبر جان، سطح برگزاری رقابت ها از دید خودت من حیث یک بازیکن تیم ملی چگونه بود؟ تشکر. مسابقات جیتو بوده یا مسابقات جیتوی تکواندو یک سطح بسیار بالایی داره در جای دنیا که بری، باز مخصوصا در کره که دیگه مهدی تکواندو جهان هم است، باز دیگه سطح مسابقات بسیار به نامزد خاطر بالا میره و فشارات زیاده روی بازیکنان، روی هر تیمی میان که هم یک مدال خوب بگیرن، هم یک رنکینگ خوب بگیرن از این بازی‌ها و خودت تونستی که رنکینگت هم بهبود ببخشی. تونستم که مدال طلا رو بگیرم 2 بازی‌ها و 20 امتیاز داشت که بسیار خوب شد در رنکینگ جهانی ما. ان شاء الله در بازی آسیایی کمک من کنه. و زمانی که مدال طلا را کسب کردی با عبور از چند ورزشکار بر سکوه قهرمانی ایستادی؟ من 4 بازی کردم در روز. حریف اولیم از کشور کانادا بود، حریف دوم از کشور قزاقستان، حریف سوم از کشور کره جنوبی، حریف آخرم که از کشور نیجریه بود که خوشبختانه توانستم 4 تاش شکست بدم و مدال طلا بگیرم. از میان از این 4 ورزشکار بدون شک چون کوریایی‌ها مهد تکواندو است و در مکتب خودشان هم تکواندو درس میخونن، تمرین میکنن، فکر کنم کوریایی حریف پرقدرت و سختی بر خودت. حریف دیگه بازی جیتو حریف آسان حریفی چیزی نداره. اون دیگه کلگی سخته، ولی خب حریف فاینال ما به نظر میاد کم تر سخت‌تر بود چون هم نایب قهرمان المپیک بود، هم قهرمان جهان بود در سال 2017. توانستم اون رو شکست بدم و نیجریه‌ای بود. نیجریه‌ای بود. محک زده بودی نکات ضعف و قوتش قبل از اینکه پا به دوشک قبل از بازی با استاد محمد بشیر ترکی این بازیاش نگاه کرده بودیم، آنالیز کرده بودیم. خدا رو شکر که توانستیم نتیجه خوبم بگیریم. و رویداد دیگه چی بود برآیندش برای علی اکبر؟ رویداد سوم با صلادی کادر فنی اما بازی نکردم. بسیار گفتن که حالا به یک سری صلادیدا بود که اما بازی نکردم. بعد رویداد اولم بازی کردم که یکم حالا روز خوش مدال طلا را کسب کردی دیگه رویدادا بسیار خوب. انشالله که همین رقم در رقابت‌های پیشرو هم عالی بدرخشی و بتونی که کسب مدال برای تکواندوی افغانستان داشته باشی. تشکر. اشرف شکرانم هست دق نبری. شکران جان. نه نبرم ان شاء الله. خودت بگو از حال و هوای رقابت‌ها، چند مسابقه دادی، چی بود دستاوردهای خودت در این پیکارها؟ من در مسابقات جام کیمون کپ مسابقه کردم که حریف ما کوریایی بود که توانستم کشور میزبان شکست بدم و مدال نقره به افغانستان کسب نمایم. بسیار خوب. با عبور از چند ورزشکار تونستی به این عنوان دست پیدا بکنی؟ تخمینا در وزن من 8 بازیکن بود که توانستم نایب قهرمان این دوره مسابقات شدم. بسیار خوب. و قبل از اینکه عازم کره جنوبی برای این سه رویداد کلان شوین چقدر برای رقابت‌ها آمادگی گرفته بودی؟ بسیار خوب. یک سوال. ما آمادگی خاص داشتیم در این مسابقات، هم تایم صبح هم شام بسیار به شکل منظمش تحت مربی تیم ملی استاد بشیر ترکی
تمرینات ما بسیار منظم بود و آمادگی خاص به این مسابقات داشتیم. بسیار خوب. و در 3 رویداد فقط یک مدال کسب کردید؟ بله، در 3 رویداد ما یک مدال نقره کسب کردم، دیگه‌اش سر مدال باختم. بسیار خوب. و این باری که رفتی به کوریا چه تجربی را کسب کردی؟ آیا نکات ضعف خود در محک زدی، پیدا کردی که ضعف در کجاست؟ بله، نقاط ضعف خود پیدا کردم و در ضمن مسابقات آخری که فستیوال جهانی بود، این به 5 وزن گرفته شده بود که باز بعد 80 که یک ذره بازیکن‌ها حساب وزنی قوی بود که دوم بازی کردم که توانستم راوند اول پاکستانی را شکست بدم. راوند دوم مرا سالش 28 برد و راوند فاینالم 8 به نفع او شد. بسیار خوب. آیا قبل از اینکه بازم کوریا بشی تجربه رقابت‌های بیرون‌مرزی دیگر هم در کارنامه حرفه‌ای خودت داری یا خیر؟ بله، ما یک مدال نقره از مسابقات پاکستان دارم 2021 و یک مدال برنز از 2019 مسابقات اوپن هندوستان. بسیار خوب. و دوستا گردن‌آویزایی که می‌بینین همش از محسن جان و علی اکبر جان طلاست و از اشرف شکران مدال برنز است که واقعا با عرق ریزی با نقره البته از اشرف شکران من یک لحظه گیج شدم. از اشرف شکران مدال نقره است که عنوان نایب قهرمانی را در این رقابت‌ها در وزن خودش کسب کرد. محسن جان اگر مدال کمه بلندتر بگیری که کارگردان شکار کمره بسازه و بیننده درست بید. مدالی است که محسن رضایی با تلاش و عرق ریزی در این رقابت‌ها به دست آورد. بسیار تشکر. همچنان علی اکبر امیری هم توانست که در یک رقابت حساس و نفسگیر این عنوان پر افتخار برای خانواده تکواندوی افغانستان کسب بکنه که این رقابت که واقعا این دستاورد یک دستاورد کلان است برای کارنامه حرفه‌ای یک ورزشکار و این روی رنکینگ و جایگاه ورزشکار هم بسیار تاثیر داره که ما شاهد بودیم. علی اکبر امیری توانست که رنکینگ خود با به دست آوردن همین مدال طلا بهبود ببخشه. همچنان مدال نقره گردن‌آویز نقره که اشرف شکران در این رقابت‌ها به دست آورد. واقعا رقابت‌ها قسمی که ما پوشش دادیم همین رقابت‌ها را بسیار سطحش بالا بود و نزدیک به 60 کشور جهان در این رقابت‌ها حضور پیدا کرده بودند. همکارا اشاره میکنه یک بسته تصویری هم آماده نشر است، با هم میبینیم. بسیار تشکر. یک چیز باید یادآور بشم که امروز ما میزبان یک عده زیادی از تکواندوکاران افغانستان هستم. تمامشان کسایی هستند که در رقابت‌های اوپن کوریا حضور یافته بودند و دستاورد کلان و خوبی را برای خانواده تکواندوی افغانستان کسب کردن. بسیار تشکر از حضورتان محسن جان. سلامت باشید. میریم بسته تصویری را با هم میبینیم. در ادامه بازم مهمان دارم. درود مجدد ما را از استودیوی مرکزی رادیو تلویزیون ملی افغانستان قلب افغانستان کابل عزیز هستید و بازم مهماندار هستم 3 قهرمان دیگری که در کاروان تکواندوی افغانستان عازم کوریای جنوبی شده بودند و توانستند که عنوانهای گوناگونی را برای تکواندوی افغانستان کسب کنند. در استودیو با ما هستند هر یک. رامش حسینی، بسیار تشکر از اینکه حضور پیدا کردید در برنامه دوربین در اختیار شد. بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر. سلام عرض ادب دارم خدمت تمام دوستانی که ما را از طریق تلویزیون ملی اسپورت تماشا میکنن. کمی نزدیکتر. حکمت الله زین هم اینجا است، کسی که توانست در این رقابت‌ها مدال برنز را کسب کنه. دلوی چکتن طلا په نامه سلامونه احترام تاسو ته او د تاسو تلویزیون ټول لیدونکو ته ډېر مننه. سلامت بخیر باشین. امید سحاک، مردی که با قد بلند توانست که حریفای خودش یکی پس دیگر شکست بده و مدال برنز را کسب بکنه. بسیار خوش آمدید امید جان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما تمام بیننده های عزیز تلویزیون ملی اسپورت. خوشحال هستم که با شما هستم. سلامت بخیر باشین. رامش جان بیا بحث با خود آغاز میکنیم. چطور بود مسابقات در این رقابت ها؟ چه تجارب تازه‌ای را کسب کردی و در عموم چند مسابقه را انجام دادی؟ خب همه ما شاهد بودیم که اونجا بچه‌های تیم ملی اشتراک کردن. 3 مسابقات بود و مسابقات در
سطح برگزار شده بود که ما فکری رو نمی‌کردیم. این هم ورزشکار قهرمان‌ها از سراسر جهان، قهرمان‌های جهانی، قهرمان‌های المپیکی هم اشتراک کرده بودند و مسابقاتی بود که با سطح بسیار بالا برگزار شده بود و ما هم با یک آمادگی کامل به این مسابقات اشتراک کردیم که خوشبختانه الحمدلله تمام تیم ما دستاورد خوبی داشتن که همه ما شاهد بودیم و این دستاورد تبریک میگم بازم به تمام ملت افغانستان. بسیار خوب. در مجموع در رقابت‌ها خودت چند مسابقه انجام دادی؟ 3 رویداد بود. به 3 رویداد من خودم شخصا اشتراک کردم و توانستم خوشبختانه از 2 رویداد یا مدال کسب کنم و 1 رویداد یا به کوارتر فاینال به حریفم مغلوب شدم و باختم. و کدام مدال‌ها را کسب کردی؟ مدال برنز هر دو مسابقه را تونستم به سیمی فاینال را پیدا کنم و مدال برنز گرفتم. بسیار خوب. حریفت قوی بود یا ای که خودت کم تمرین بودی؟ خب مسابقه همه میگم مسابقه پیش بینی نمیشه. ما هم آمادگی خود داشتیم و حریفای ما هم آمادگی خاصی داشتن و حریفای ما هر کدام حریفای ضعیفی نبودن. هر کدام مدال‌های قهرمانی جهان، تقریبا چند وقت پیش مسابقه قهرمانی جهان آذربایجان بود، اونا مدال از اونجا از قهرمانی جهان مدال داشتن، از المپیک مدال داشتن که مثلا علی اکبر جان شکست دادن اونا رو به فینال. و حریفای تمام خوب بود، مسابقه بود و هر کدام هم به اختلاف بالا باخت ندادیم، به اختلاف یکی دو امتیاز باخت دادیم و تجارب زیادی گرفتیم و انشالله که بتونیم با یک آمادگی بهتر به مسابقات آسیایی اشتراک کنیم. انشالله. به خودت برمیگردم. حکمت الله زین هم اینجا هست. حکمت جان، خودت در برابر کدام حریفایت تن به شکست دادی و تانستی کدام حریفایت و از کدام کشور شکست بدی؟ تاسو ته بهتره معلومه ده چې هلته درې بین المللي سیالۍ وې چې په لومړي ما زه وتوانېدم چې په دوو سیالیو کې میډال ترلاسه کړم. اول په کمیون کپ کې زه وتوانېدم چې عراق او کاناډا ته ماتې ورکړم او په سیم فاینل کې د کوریا لوبغاړو ته مبارزه وبایله او وروسته بیا په چنچن اوپن کې زه وتوانېدم چې چین او هانګ کانګ ته ماتې ورکړم او په اخرني سیالۍ کې زه وتوانېدم بیا یو ځل بیا برونز میډال ترلاسه کړم. زه وتوانېدم چې مغولستان ته ماتې ورکړم او سیم فاینال بازی کوریا ته وبایلم. بسیار خوب. و در رویداد سوم که فستیوال جهانی بود در او اشتراک کردی خودت؟ بله، په هغه کې موږ ګډون کړی و او زه هلته وتوانېدم چې درېیم مقام ترلاسه کړم. بسیار خوب. و در او رقابت‌ها کدام حریفایت شکست دادی در فستیوال جهانی؟ مغولستان ته ماتې ورکړم. بسیار خوب. یک حریف داشتی؟ بله. بسیار خوب. انشالله که همین رقم به کارنامه حرفه‌ای بهبود ببخشی و رنکینگت هم مثل سایر بازیکنان تیم ملی بهبود ببخشی. امید جان، خودت بگو از حال و هوای کوریا، سطح مسابقات چگونه بود و خودت در برابر کدام ورزشکارا تونستی که این مدال کسب کنی؟ قسمی که به شما معلوم است در مسابقاتی که در کوریا بود 3 مسابقه بود که ما اشتراک کردیم و حریفای ما که از قهرمان جهان و قهرمان المپیک بودن که در مسابقه اشتراک داشتن و خودم هم توانستم که در این 3 مسابقه که ما اشتراک کردیم 2 مدال برنز کسب کنم که یکیش از فستیوال جهانی تکواندو بود و دومیش هم که از مسابقه تیمی بود که قسمی که محسن جان رضایی هم گفتن برای اولین بار ما اشتراک کردیم در مسابقه و ما و محسن یک تیم بودیم به نمایندگی از افغانستان و توانستیم که برنز کسب کنیم از مسابقه. و در مورد مسابقه تیمی بر ما بگوین، چگونه است؟ همزمان دو ورزشکار مبارزه میکنن یا اینکه تکی تکی مبارزه میکنن؟ مسابقات تیمی قسم است که 2 نفر هم داره و 4 نفر هم ما که هستیم در 2 نفرش اشتراک کردیم که هر دو ورزشکار از یک تیم و 2 ورزشکار از تیم دیگه همزمان مقابل هم قرار میگیرن و قسم است که یک بازیکن داخل میدان میره بازی میکنن، بعد از او کوچ بیرق بالا میکنن و او میبرن دیگه بازیکن داخل میشه. بسیار خوب. مثلا در بین بازی تبدیل میشن دیگه، چندین دفعه بازیکن‌ها تبدیل میشه و مسابقه میکنن. و چنانچه خودت هم گفتی که بار اول بود که پا به این گونه رقابت گذاشتی، چه تجربی را از رقابت گروهی یا تیمی کسب کردی خودت؟ مسابقه گروهی که بود اولین بار ما بود که اشتراک کردیم، خیلی مسابقه جالب بود و خیلی تجربه از این مسابقه گرفتیم و ما همچنان توانستیم که تیم قوی کره جنوبی را در اون مسابقه شکست بدیم و یک تجربه خیلی خوب بود برام. بسیار خوب. و در مورد
قد بلند برای ما بگو، چه امتیازهایی داره قد بلند؟ آیا در برابر کدام حریفت از این امتیازی که ذاتی است و خودت داری استفاده کردی؟ با کدام حریف قد کوتاه مواجه شدی در رقابت‌ها یا خیر؟ بدون شک در تکواندو که از قد بلند و وزن کم خیلی رول خود داره و بعضی اوقات که از بیشترین بردا که از به قد بلند صورت میگیره، از خاطر که قد بلند راحت میتونی که امتیاز بگیری، از حریف روی بزنی و خیلی مهمه باشه قد بلند. بسیار خوب. و حکمت الله زین بر ما میگه در این رقابت ها با سخت‌ترین حریفت که مواجه شدی از کدام کشور بود؟ زه باید لومړی کې د افغانستان تکواندو رهبري هیات څخه ډېره مننه وکړم چې ډېر په منظم شکل باندې موږ ته د دې زمینه مساعده کړې وه چې یعنې موږ د دې لوبو مخکې نه تقریبا یوه نیم میاشت قرنطین وو، ډېر په منظم شکل باندې سهار او مازدیګر موږ خپل تمرینات ته ادامه ورکوه. یعنې په دغه سیالۍ کې موږ په پوره باورمندۍ سره ګډون درلودو، نو له نیکه مرغه موږ وتوانېدو چې په بهترین شکل باندې دغه سیالۍ کې ظاهر شو. یعنې موږ هغه د نړۍ قوي هیوادونو ته ماتې ورکړه او ځان هم کم رانوست. بسیار خوب. و رامش حسینی برای ما میگه که ماشاءالله رامش جان هم بسیار قد بلند داره و بدون شک قد بلند خیلی در زمانی که مسابقه میته یک امتیاز برای ورزشکار حساب میشه. در رقابت ها با کدام حریف قد کوتاه مواجه شدی که بتونی لگد های 3 امتیازی و 5 امتیازی به سر و صورتش بزنی آخر؟ خب مسابقات تکواندو که است بر حسب وزن برگزار میشه و بیشتر وقت که ما مثلا میبینید هم وزنای خود ما هستن، از ما قد بلندتر هستن، شاید گاهی وقت از ما قد کوتاه‌تر هم هست. خب طبعا از تمام کشورها میان اشتراک میکنن، بازیکنان زیادن و در این مسابقات حرکات 3 امتیازی و 4 امتیازی و 5 امتیازی زیاد رد و بدل شد، مبارزه بود و مبارزه خود شما میفهمید هیجان زیاد داره. بله. و حرکات زیاد رد و بدل میشه و مسابقات خوبی بود، همگی از یگانگی خوبی برخوردار بودن و ما هم راضی بودیم از این مسابقات. هیجان، از هیجان گفتی دیگه، هیجان کامنتاتورها و گزارشگرها خوب درک میکنه، گلو برشان نمیمانه. من همین مسابقه شما را وقتی که کامنتری میکردم دیگه شب که میرفتم اصلا حوصله نان خوردن و چای خوردن نمیبود. پیام چی است رامش جان به مردم افغانستان، به کسایی که تازه میخواین و پا به این رشته ورزشی ببرن و با دیدن شما و با دیدن برنامه شما امروز انگیزه گرفتن که اونا هم باید بیاید تکواندو بکنن و روزی نمایندگی خوبی از تکواندوی افغانستان در رقابت‌های بیرون مزید داشته باشن؟ خب پیام خاصی ندارم، وقت شما زیاد نمیگیرم، فقط ای که من همه تشویق میکنم برای که حداقل به روز نیم ساعت ورزش کنن، حال فرق نمیکنه چی ورزش باشه و از مردم عزیز خود یه خواستر دارم، یه پیام دارم که بچهای تیم ملی میرن به مسابقات، بخیر چند روز بعد اشتراک میکنن، ما را از دعای خود فراموش نکنن و دعا کنن که انشالله به یک دستاورد خوب پس به وطن برگردیم. بسیار تشکر. با حکمت الله زین چه پیام داره؟ حکمت جان قبل از اینکه پیام بگویی به ما، در کلاب وقتی که تمرین میکنی و ورزشکارایی که تازه میآیند، همین تجربه رقابت‌های بیرون مرزی را با اونا شریک میکنی یا خیر؟ بله و حتما موږ چې کله سیالۍ ته ځو نو طبعا موږ چې کله کلب ته بیرته راځو نو د کوم بازیکنان چې نوي راځي د هغوی سره خپله تجربه شریکوو. بله. بسیار خوب. پیام خودت چی است؟ او پیام یې ټولو هیوادوالو ته دا دی چې دوی ټول د خپلو ورزشکارانو په څنګ کې ودرېږي، حمایت یې کړي تر څو دوی وتوانېږي په آینده کې نورې لاسته راوړنې ولري. بسیار خوب. امید سحاق چه پیام داره و کسایی که تازه پا بر رشته تکواندو میگذاره و به مردم خودش؟ به مردم پیام می است که ورزش کنن، هر ورزش که باشن، خاص نمیگیم که بیان تکواندو کنین، هر ورزش که باشن برای صحتشان مفید است و از مردم خود همین خواهش داریم که ما انشالله یک 20 روز بعد به مسابقه بازی‌های آسیایی به چین اعزام میشیم، ما را از دعای خیرشان فراموش نکنیم. بسیار تشکر از حضورتان، با وجودی که بازم میگم خسته سفر بودین، امروز حضور پیدا کردین در برنامه. بسیار تشکر از شما. بخش سوم برنامه هم
بشیر احمد ترکی سرمربی با اقتدار و پر افتخار افغانستان که توانست در میان 60 کشور جهان عنوان بهترین کوچ و مربی او رقابت‌ها را کسب بکنه، همراه با چند بازیکن دیگری که در رقابت‌ها عازم کوریا شده بودند و دستاورد کسب کردند. در سو مهمان ما است. دوباره خوش آمدید. ادامه برنامه افتخار با افتخار آفرینان افغانستان، ورزشکاران تیم ملی تکواندوی افغانستان که تانستند در رقابت‌های کوریای جنوبی عنوان‌های خوبی را برای تکواندوی افغانستان کسب بکنند. ما باز هم میزبان بشیر احمد ترکی سرمربی پر افتخار تیم ملی تکواندوی افغانستان، همچنان رامین امینی و بیژن سعدزاده. بسیار خوش آمدید استاد، ممنون از اینکه دعوت پذیرفتی. تشکر. سلام عرض ادب دارم خدمت شما و مردم شریف کشور خود و بیننده محترم ملی سپورت. سلامت بخیر باشین. بسیار خوش آمدید رامین جان، صفا آوردی با برنامه. سلامت باشین. سلام خدمت شما و همچنان تمام بینندگان عزیز که ما را از پرده تلویزیون خود سلامت باشین. همچنان بیژن سعدزاده، کسی که با نمایش‌های خوب خودش در رقابت‌ها دل صدها بیننده را مجذوب خود کرد و خیلی از مردم افغانستان، مخصوصا نوجوانان افغانستان، مشتاق رشته تکواندو ساخت. تشکر. سلامت باشین. به نام خداوند بزرگ و توانا، سلام و درود خدمت شما و تمام مردم عزیزمون. امیدوار هستیم که همتون سلامت بخیر باشین. ترکی صاحب، یک معلومات عمومی و کلی در مورد کاروان تکواندوی افغانستان و رقابت‌های اوپن کوریای جنوبی به ما و بیننده ها ارائه بکنید. تشکر. بر شما بهتر معلوم است زمانی که ما تمرین میکردیم چندین بار هم شما مصاحبه داشتیم، شما لطف کردین. سلامت. تیم ما در 3 رویداد بین‌المللی و جهانی اشتراک کردن. این مسابقات وقتی در کره جنوبی برگزار میشه مهمترین مسابقات تکواندو در سطح دنیا می باشه، به خاطر از اینکه تکواندو مهدش کره جنوبی است و هر مسابقه اوپن یا آزادی که در کره جنوبی برگزار میشه بیشتر از 1000 نفر ورزشکار از خود کره جنوبی در رویدادها اشتراک میکنن. اولین مسابقه ما کمیون کپ بود که ورزشکارای افغانستان تانست که بهترین مدال‌ها را کسب کنه. برای شما بهترین پیشتر معرفی کردین همشانه. و بعداً چون اوپن بود، مسابقات کوریا اوپن، مسابقات آزاد کوریا که در سطح مسابقات آزاد که برگزار میشه در سطح جهان، اما درجه یکترین بازی در بخش آزاد تکواندو کوریا اوپن است و اکثریت کشورهای جهان تیمایشان میان در رویداد شرکت میکنن به خاطر هم مسابقه تدارکاتی و هم به خاطر کسب رنکینگشان که باید رنکینگ ورزشکارایشان بالا بره. و در این رویداد اکثریت قهرمانای جهان، قهرمانای المپیک و بهترینای ستاره های تکواندو جهان اشتراک میکنن. خدا را شکر که در این مسابقات ما برای بار اول تانستیم در طول تاریخ ورزش افغانستان که در بخش تکواندو در این رویداد اشتراک میکنیم اولین بار مدال طلا را از این مسابقات کسب کنیم و کسب مدال طلای ما قسمی بود که ما تانستیم قهرمان جهان، قهرمان المپیک شکست بدیم و این مدال کسب کنیم. خب شما مدال های طلا میگیرین لیکن بازیکن‌ها مثلا بازیکن‌های نامدار نمی باشن. این که هر بازیکنی که قهرمان جهان می باشه شما را شکست میتین، قهرمان آسیا می باشه، قهرمان المپیک می باشه، بعد به مدال طلا می رسین، معنایش است که تمام مدال‌های را که ورزشکار گرفته او را شما به گردن خود و به نتیجهش به افغانستان کسب میکنین. کلی اکبر امیری توانست از نایجری قهرمان وزن سنگین وزنش شکست بده و بعد از شکست دادن از او تمام سالون، تمام کسایی که مسئولین برگزاری مسابقات بودن، ریفریا، همشون را برای افغانستان مبارکباد گفتن. بعد از اون مسابقات جهانی، فستیوال جهانی تکواندو بود که ما در اون رویداد به شکل تیمی و انفرادی اشتراک کرده بودیم. خدا را شکر چنان ورزشکارای ما مردانه جنگیدن و از مردم خود نمایندگی خوبی کردن و بیرق خود به اهتزاز در آوردن که ما آمادگی و تلاش را که برش کرده بودیم قناعت ما حاصل شد. بسیار خوب. انشالله به خودت برمیگردم استاد. رامین امینی برای ما میگه که در این رقابت‌ها چند ورزشکار شکست داد و چقدر برای رقابت‌های کره جنوبی آمادگی گرفته بود. سلامت باشین. من در بازی آزاد کره دومین حضور ما در یک میدان بین‌المللی تجربه می‌کردم و ما از 1.5 ماه پیش از این که آزم کوریا شدیم ما منظم قرنطین شدیم
روزانه 2 تایم تمرین میکنیم. آمادگی ما در کل خیلی خوب بود به خاطر این مسابقه. در بازی نخست در کیمیون کپ اشتراک کردم، بعد از یک استراحت قریم خورد با بازیکن از کوریا. کوریایی را بردم و رفتم به سیم فاینال بازی. اما بعد سیم فاینال مقابل بازیکن از کانادا شکست خوردم، اما بازم موفق شدم که نخستین مدال بین المللی را به خودم همشه بر تمام مردم افغانستان کسب کنم. مدال برنز و اولین مدالم بود. به خودم بسیار با ارزش است این مدال و خدا را شکر میکنم که موفق شدم این مدال کسب کنم. این مدال به خودت تنها تعلق نداره، به تمام مردم افغانستان تعلق داره و ما به جوانانی مثل شما میبالیم که نمایندگی شایسته و خوبی از افغانستان در رقابت‌های بیرون‌مرزی میکنید. سلامت بخیر باشین. بیژن سبزاده یک قسم آرام شیشته، نمیفهم که در دوشک مبارزه هم تو آرام است یا اینکه تشنجی مبارزه میکنه. بیژن جان، خودت برای ما بگو که رقابت‌هایی که برگزار شد چه تجربی را کسب کردی و چقدر آمادگی گرفته بودی به خاطر این رقابت‌ها؟ سلامت باشین. ما تقریبا 2 ماه قرنطین بودیم و 2 تایم تمرین میکردیم، بسیار زحمت میکشیدیم و با یک انگیزه خوب تمرین میکردیم و خوشبختانه ما توانستم در مسابقات فستیوال جهانی با شکست دادن 2 حریف پرقدرتم مقام نایم قهرمانی را بگیرم و بسیار یک حس خوبی داشتم که توانستم اولین مدال بین المللی ما در دومین سفر بین المللی کسب کنم و این مدال به تمام مردم افغانستان تبریک میگم. امیدوار هستم که بتوانیم در مسابقاتی که پیش رو داریم نتیجه خوبی کسب کنیم. بسیار خوب، انشالله که در رقابت‌های آینده هم شما همین رقم آمادگی تامتان از زیر نظر استاد بین المللی افغانستان داشته باشین و نمایندگی خوبی از تکواندو افغانستان در دوشک‌های بین المللی داشته باشید. استاد بیایم یک چیز باید یاد ما نره، بشیر احمد ترکی کسی است که میان 60 کشور جهان، میان مربیان 60 کشور جهان عنوان لقب یا لقب بهترین کوچ یا مربی این دور از رقابت‌ها را به نام خودش ثبت کرد. استاد بهترین مربی به اساس چه معیار انتخاب میشه؟ تشکر. در حقیقت بهترین نتیجه را که ورزشکارای ما گرفتن و زحمات زیاد کشیدن، زحمت کشی و همت والای ورزشکارای ما باعث ازی شد که برای ما اونا در جمع دیگه مربی ها مرا به حیث بهترین مربی انتخاب کنن و اصولم امی است هر تیمی که شاگردایش بهترین نتیجه را کسب میکنه باز در مون رویداد البته اصول امی است که باز مربی به صفت مربی از امون تیم به صفت بهترین مربی انتخاب میشه. هر آنچه که ما کسب کردیم برای افغانستان و از برکت زحمات همون ورزشکارای ما بود که در این رویداد همشان بسیار زیاد زحمت کشیدن و زحمات خستگی ناپذیر در 3 رویداد پیهم کشیدن و باعث شد که این افتخار برای افغانستان کسب شد. بسیار خوب. استاد اگر مشخص بر ما بگوین آیا امکانات کم و ناچیز روی این لقب تاثیر داره یا خیر؟ خب هر انسان باید به خاطر کشور خود، به خاطر مردم خود، اگر امکانات باشه یا نباشه زحمت باید بکشه. اگر ما زحمت میکشیم به خاطر مردم خود میکشیم، به خاطر سربلندی کشور خود میکشیم. اگر ما به خاطر پول و چیزا زحمت میکشیدیم باید تجار میشدیم، باید دکاندار میشدیم یا یک چیز دیگه. خب ما که ورزش انتخاب کردیم، ورزشکارای ما ورزش انتخاب کردن، هدفشون سربلندی مردمشون بوده، افتخار آفرینی بوده، بلند کردن بیرقشون بوده. لیکن در تمام دنیا امی است که وقتی یک جوان تمام زندگی خود در خدمت مردم خود، در خدمت کشور خود قرار میتن، باز مردم هم مملکت دولت مدارایش هم باز قدر از اونا را میدانه، با آینده از اونا باز توجه میکنن، چون اونا دیگه نمیشه که هم کار کنن هم ورزش کنن، باید امکانات بهتری را در اختیارشان قرار بده. و امکاناتی که در دسترس دیگه کشورها هست 1% هم در دسترس ورزشکارای افغانستان نیست، لیکن حداقلش باید دولت افغانستان در اختیار ورزشکارا قرار بدن. مثلا تیم ملی تکواندو افغانستان برگشت که در
مسابقات فستیوال جهانی تکواندو و 2 رویداد دیگر مدالای بسیار خوبی را گرفتیم. قدرتمندترین تکواندوکارای دنیا را شکست دادیم. کشورهای دنیا را، بیشتر از 20 کشور دنیا را شکست دادیم. کانادا، امریکا، کره جنوبی، اسرائیل، پاکستان، خب به ترتیب نایجریا، همشون از 5 قاره جهان شکست دادیم. این حال دیگه ما کار خود کردیم، ورزشکارای ما کار خود کرد. حالا باید مسئولین امارت اسلامی افغانستان باید ورزشکارایشان تشویق کنن. برای از اینا حداقل غیر از اینکه تشویقای معنوی میکنن، یک مقدار پول برشان در نظر بگیرن. هر کدامش اینا زحمت کشیدن، تکلیف کشیدن. درست است که به خاطر مردمشان، به خاطر کشورشان، لیکن ورزشکارم وقتی که ازش قدردانی میشه میبینن که قدر زحمات ما را، مثال مردم ما خو میدانه، دولت ما هم میدانه، اینا انگیزه بیشتر به مسابقه دیگه میگیره. دیگه توقع ما است که زیادتر توجه کنن در این بخش. و بله چرا این تاثیرات بسیار زیاد را داره سر روحیه ورزشکار، سر روحیه کوچ، سر روحیه مدیران فدراسیون تکواندو یا هر فدراسیون ورزشی. وقتی که یک افتخار کسب میشه، او به دیده قدر نگریسته میشه، تمام خانواده از رشته او تشویق میشه. و زحمات را شما میبینید که شما چند قبل مسابقات ملی داشتیم، مسابقات ملی نوجوانان، یک تیم بسیار کلان کار میکنه. این تنها نتیجه زحمات بشیر ترکی نیست، از رئیس فدراسیون و تمام کارمندای فدراسیون زحمت کشیدن تا که یک دستاورد به بار آمده. اکثریت ورزشکارای ما را میبینید که از مهاجرین است، از ولایات است. هر ولایت ما زحمت کشیده، رئیسایش زحمت کشیده، ترینرایشون زحمت کشیده. یعنی در کل یک تیم بسیار کلان سر از این کار کرده که تا افتخار بیایه. وقتی که افتخار میایه، شما که باز از این قدردانی میکنین، همین رقمی که تلویزیون ملی قدردانی کرده، شما قدردانی کردین، مسابقات ما را بازتاب دادین. ما در اونجا بودیم، مسابقات خود که کرده بودیم، پس وقتی که میدیدیم از طریق چینل شما، انگیزه ورزشکارای ما، انگیزه خود ما بسیار بالا میرفت. بسیار زیاد ممنونتان هستیم. مثل اینمی هر کس در اون بخش خود باید کار خود انجام بده. ما کار خود میکنیم، مثلا تلویزیون ملی کار خود میکنه، باید امارت اسلامی افغانستان در بخش تشویقی گپایش کار خود بکنه. اینمی است که همیشه سربلند میباشیم و همیشه کشورها را شکست میدیم و مردم ما خود خوش میسازیم. بسیار خوب استاد، بسیار فشرده اگر اشاره بکنین در کشورهای دیگه وقتی که ورزشکارانشان چنین دستاوردهای کلان کسب میکنن، بسیار تقدیر میشه، مادی و معنوی. قسمی که شما گفتین معنوی شد ولی مادی نشد، امی تشویقهای مادی چقدر بالای روحیه ورزشکار در رقابت‌های بعدی و آینده تاثیر داره؟ 100% تاثیر داره. اولی خب که وقت تقدیر مادی میشه، از او پول میتونن بسیار خوب استفاده کنن، بسیار خوب تغذیه خوب کنن، اعصابشان آرام شود. بله. یک مقدار از او را برای خانواده خود بتن، اعصابشون از طرف خانواده آرام شود، قناعت از اونا حاصل شود که مثال یا میرن زحمت میکشن، بالاخره امروز اینا دولت هم متوجه ازی است. و یک راه حل آسانشی از درست است که مثال دولت ما مشکل اقتصادی داره، لیکن راههای وجود داره. شما میتونین کمپانی‌ها رو دعوت کنین، میتونین تجار ملی رو دعوت کنین، اتاق تجارت، بله، شرکت‌هاش برشون بگین که مثال این یک دستاورد کسب شده، شما چی میکنین؟ شما خود تجار ملی هستین، شما خود مثال کمپانی‌های ملی هستین. بسیار به سادگی ضرور نیست که از بودجه دولت بتن این کارا، میتونن فقط یک هماهنگی کنن، این کار انجام بپذیره. و هم بر از اونا یک افتخار است، هم بر از ورزشکارا یک افتخار است که مثلا یک تاجر ملی یا یک کمپانی که در سطح ملی کار میکنه، اونا قدردانی میکنن از زحمات ورزشکارایشان و دولت اینمی برنامه را تنظیم میکنه. ریاست محترم تربیت بدنی، کمیته ملی المپیک، راهش بسیار ساده است و تاثیراتش بسیار زیاد است و بسیار خوب است. برانگیزه ورزشکار بسیار دقیقاً. و پرومین جان، من حیث یک بازیکن تیم ملی، امکاناتی که در دسترس شما قرار گرفته بود در این سفر بسنده بود به یک ورزشکاری که به سطح جهان میان ورزشکاران 5 قاره جهان مبارزه میکنه؟ خب امکانات ما خوب بود، اما به دیگه کشورها که اصلا قابل مقایسه نبود. اما بازم همت بلند ورزشکارای افغانستان، همت بلند کوچ ما باعث شد که ما بتونیم نسبت به اونا خوبتر بدرخشیم و مدال بگیریم. اما امکانات ما که اصلا قابل مقایسه با دیگه کشورها نیست، شما بهتر میفهمید. بسیار. و بیژن صدزاده برای ما میگه که پلانش، برنامهش بر رقابت‌ها، بدون شک در رقابت‌های المپیک آسیایی هم شما حضور پیدا میکنین. پلان و برنامه برای او رقابت‌ها چه است؟ سلامت باشین و
ما خودم شخصا بسیار با یک انگیزه عالی تمرین میکنم و انشالله امیدوار هستم که با کمک پروردگار و دعای تمام مردم افغانستان زحمت خودم در این مسابقات مدال کسب میکنم و دیگه امیدوار هستم که امارت اسلامی افغانستان تمام ورزشکارا را حمایت کنه و بتونن ورزشکارا خوبتر بدرخشن در میدانی بین المللی. بسیار خوب. استاد، یک سوال که اکثرا در ذهن بیننده ها وقتی که تکواندو را میبینه از پشت پرده تلویزیون حک شده ای است که ما بعضی موقع زمانی که رقابت های نوجوانان تیم ملی نوجوانان افغانستان زیر پوشش قرار میدادیم، بعضی موقع چیزکاردهای برقی یا الکترونیکی دچار مشکل میشد. این معمول است یا اینکه فقط در افغانستان یک مورد پیش میاد؟ تشکر. خب وسایل الکترونیکی که هست ای به می شکل است، همیشه در هر رویداد این مشکل رخ میده، لیکن در مسابقات بین المللی و جهانی بسیار کم دیگه. به خاطر از اینکه اونا همیشه جدیدترین و وسایل چیر الکترونیکی را استفاده میکنن. در افغانستان مشکلش به خاطر از این زیاد است که ما او قدر وسایل الکترونیک نداریم که بر مسابقه از او استفاده کنیم. وسایل می باشه که اکثریتش زیاد استهلاک میشه و او وسایل که یک 4-5 بار ازش استفاده میشه دیگه باز قابل استفاده نیست و این وسایل در افغانستان پیدا هم نمیشه، باید از خارج بیارین و به پول بسیار گزاف هم ضرورت است که باید خریداری شه و این مشکلات بسیار زیاد در این قسمت ما داریم. امیدوار هستیم که در این قسمت ریاست محترم تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک ما را کمک کنه که تا در آینده ما نتونیم در آینده به مثل یک مشکل دچار نشیم. دیگه در قسمت پیشتر که به خاطر امکاناتی گپا گفتین و آمادگی ورزشکارای ما تشکر خاص میکنم از جناب پروفسور دکتر نجیب الله سکندر که امروز تمام ورزشکارای ما تقریبا 3 ماه میشه که در پغمان در یک میمانخانه اونا ترتیب کردن، در خدمت ورزشکارا قرار دادن و تمام تغذیه که ورزشکارای ما میشه در طول از 3 ماه از پول شخصی دکتر صاحب نجیب الله سکندر است. یعنی از لحاظ تغذیه هیچ کدام مشکل انشالله که ما فعلا برای ورزشکارای ما نداریم و این محترم پروفسور دکتر نجیب الله سکندر عهده‌دارش است و در مسابقاتی هم که ما میریم اکثریت مصارف اونا به دوش میگیرن. کمیته ملی المپیک افغانستان، ریاست محترم تربیت بدنی هم حمایت میکنه، فدراسیون تکواندو را داره حد و توان که است حمایت میکنن. تقاضای ما است که دولت امارت اسلامی افغانستان باید کمیته ملی المپیک و ریاست محترم تربیت بدنی را یک بودجه کافی در اختیارشان قرار بدن که اونا هم دست باز بتونن که تمام رشته را برش برسن و کمک کنن. بسیار خوب. و بیایم استاد روی بخش مهم برنامه، اگر اجازه شما باشه من مدال بگیرم. نمیگیریمش، فقط روی مدالی که کسب کرده یک مختصر بگوین که والا این خو اصلا از مردم افغانستان است و جای بسیار افتخار است برای من که من یک افغان در بین مربیایی که در مسابقات اشتراک کرده بودن. بچه ها همشان میدونن هر مربی مبلغی که اونا حاصل میکنن از تیمایی که تمرین میتن مبلغ $10,000 و $5,000 و $20,000 است. نظر به مو تیمایی که است تنها تیم پاکستان که کوچ خود معاش میتن $5,000 یوسف کریمی از ایران برش معاشش است. در بین امو رقم مربیا به مو اساس همت والا و همت بزرگ که اینا کردن و زحمت کشیدن این افتخار نصیب ما و نصیب مردم افغانستان شد. بسیار خوشحال شدم و بسیار خوشحال هستم و این خوشحالی را که امرای مردم افغانستان شریک می سازم و این افتخار مربوط مردم افغانستان و مربوط خانواده تکواندوی افغانستان است. خرسند هستم زیاد. واقعا وقتی که به ماهیت موضوع و عمق موضوع توجه بکنین، این خیلی یک گپ کلان است. از 60 کشور جهان ورزشکارش به مربیش به و افغانستانی که با همون امکانات ناچیز پا به او رقابت ها گذاشته افغانستانی لقب به نام خودش کسب بکنه. این نشاندهی ظرافت، بارزندگی، استعداد مردم افغانستان است که همواره در هر رشته ورزشی به نمایش میگذارند و
افغانستان صاحب مدال های گوناگون میکنه. در مورد مدالت به ما بگو، امور اگر بلندتر بگیری رامین جان، دقیق این مدال در برابر کدام ورزشکار کسب کردی، از کدام کشور پرودوسر میگه؟ خب این اولین مدال بین المللی ما بود و از اولین رویدادی که ما در کوریا رقابت کردیم بازی کیمیون کپ بود که از او بازی گرفتم. بازی اولم قرعه استراحت خورد، بازی دوم با ملی پوش از کشور کوریا بازی کردم و بعد از اون این مدال کسب کردم. بسیار بسیار خوب. و فکر کنم استاد روی مدال روی میشه بگذاری مداله روی کدام شخصیت کوریاست فکر کنم؟ بله، اینا بنیانگذار تکواندو هستن. بسیار خوب. بنیانگذار تکواندو هستن که بر از او بسیار احترام دارن مردم کوریا، یک شخصیت ملیشون هسته، همیشه به نام از اینا جام میمانن. بسیار خوب. و بیژن صدزاده هم بر ما میگه اگر مدال کم بلندتر بگیری که کارگردان در شات بگیریش و روی صحبت بکن، کم نزدیک مایک بگی. خوشبختانه مدال توانستم در بازی مسابقات آخری که فستیوال جهانی بود با شکست دادن دو حریف قزاقی که بسیار قوی بودن کسب کنم. بسیار خوب. و دمی رقابت ها معرفت که بسیار سختی شکستش داده باشی از کدام کشور بود؟ از کشور قزاقستان بود که برنز مسابقات آسیا را داشت و ما واقعا بسیار زحمت کشیدم و توانستم دوران پای هم را شکست بدم. بسیار خوب. از امو قسمت اگر کدام پیامی داری میشه که به گوش مسئولان برسانی؟ پیام خاصی ندارم و فقط کم نزدیک بگم. پیام خاصی ندارم، فقط از امارت اسلامی افغانستان کمیته المپیک خواهشمند هستیم که همه ورزشکارا حمایت بیشتری کنند تا بتوانند با یک انگیزه خوب، با یک آمادگی خوب در مسابقات خارجی اشتراک کنند تا بتوانند یک نتیجه خوب کسب کنند. و ما یک تشکر خاص از دکتر صاحب پروفسور دکتر صاحب نجیب الله سکندر میکنیم که همیشه ما را حمایت کردند. و یک تشکر خاص از مربی خوبمان استاد محمد بشیر ترکی میکنیم که واقعا شبانه روزی سر ما تمرین میکنن و همیشه به ما انگیزه میتن و ما خوشبختانه میتوانیم در مسابقات خارجی نتیجه خوب کسب کنیم. بسیار خوب. رامی جان اگر کدام پیامی داری میشه فشرده و گوش مسئولان برسانی؟ من پیام ای است که امارت اسلامی افغانستان و همچنین کمیته ملی المپیک حمایت بیشتر از ورزشکاران خود کنند که باز ما مثل سابق بتونیم در میدان بین المللی خوش بدرخشیم. و همچنین یک تشکری خاص دارم از پروفسور دکتر نجیب الله سکندر که در طول از این مسابقات و پیش از او کلا ما رو تمویل میکنن و حمایت میکنن. و همچنین از کوش خوب ما استاد محمد بشیر ترکی فراوان سپاس که بالای ما روز شب زحمت میکشن و انشالله با امید کسب مدال‌های خوب از رویداد بین المللی. بسیار فشرده پیام خودتان داشته باشیم و هر چیزی که در دلتان هست میشه بگوییم. تشکر. فقط ما اول خب بسیار تشکر میکنم از مسئولین تلویزیون ملی، اداره رادیو تلویزیون ملی که واقعا از اون نامش که ملی است هویدا است، به خاطر که فدراسیون تکواندو افغانستان به هیچ قشر سیاسی و به هیچ از لحاظ اقتصادی هم مؤخرین درجه اقتصاد داره، لیکن میاین باستاب میتن تکواندو افغانستان باستاب میتن، مسابقات ملی ما را به شکل زنده پخش میکنن. از امو حجیر گرفته تا رئیس از کلشان ممنون هستیم، قلبا سپاسگزار هستیم، بسیار زیاد تشکر میکنیم و برای مردم افغانستان آرامش، سربلندی، عزت میخوایم و ما را دعا کنن که مثل حال و همیشه افتخار بیاریم و اینا را خوش بسازیم. بخیر سلامت باشین. بسیار تشکر از اینکه حضور پیدا کردین. ممنون. خوش آمدین به برنامه. به این ترتیب ما هم میرسیم به پایان یکی از برنامه‌های دیگر افتخار. تا برنامه‌های دیگر که ما با جمع تیمم در حضور شما قرار میگیریم، شما رو به خداوند منان و بی‌نیاز میسپارم. همچنان بیننده بقیه برنامه‌های ملی و ملی اسپورت باشید.